Sentences using have and has. جمله‌ها با استفاده از have و has. در اینجا برای موضوع امروزه را خوبتر فهمیدن یک چند تا مثال می‌آوریم. مثال یکم: I am happy because I have a new book. من خرسندم برای آنکه من کتاب نو دارم. I have a new book. pronoun I آمد و بعدش فعل have. جمله دوم: She is a student and she has a big bag. او دانشجو است و او سمکه کلان دارد. She آمده است، از همین سبب has میگیرد. جمله سوم: They are at home and they have a dog. آنها در خانه هستند و آنها سگ دارند. They آمد، از همین سبب have میگیرد. جمله چهارم: We are friends and we have the same hobbies. ما دوست ها هستیم و ما شغل ها و یا هابی های مانند داریم. We آمد، از همین سبب have میگیرد. جمله پنجم: The car is old but it has a strong engine. ماشین قدیمی است اما موتوری و یا محرکی با قوت دارد. It آمده است، از همین سبب has میگیرد. جمله ششم: The cat is cute and it has green eyes. گربه زیبا است و چشمان کبود دارد. It آمده است، از همین سبب has میگیرد. جمله هفتم: You are lucky because you have a great teacher. تو خوششانس هستی چون که معلمی بهترین داری. You آمده است و از همین سبب have میگیرد. جمله هشتم: She is tall and she has long hair. او زن قد بلند است و مویهای دراز دارد. جمله نهم: The house is big and it has a beautiful garden. خانه کلان است و باغی زیبا دارد. It آمده است، از همین سبب has میگیرد. جمله دهم: The park is quiet and it has many trees. باغ آرام است و آن بسیار درخت دارد. It آمده است، از همین سبب has میگیرد. جمله یازدهم: You are smart and you have good ideas. تو با عقل هستی و ایده‌های خوب داری. You آمده است، از همین سبب have میگیرد. New words، کلمه های نو. Have has. گفتم که have و has یک معنا دارند و جانشین رو نگاه کرده بعضا have بعضا has استفاده میبریم و این رو در درس امروزه خوبتر فهموندیم. Have has داشتن. Wallet wallet جزدان. Pocket pocket جیب کیسه. Duck duck مرغابی. Headache headache سردرد. Toothache toothache دندان درد. Stomach ache stomach ache شکم درد. Sore throat sore throat گلودرد. Backache backache میان درد. Cold cold خنک خوردگی. Cold اگر به معنای بیماری آید معنایش خنک خوردگی می شود و این رو از مضمون جمله فهمیده می توانید. Fever fever تب یا حرارت. Flu flu زکام گریپ. Sick sick و یا ill بیمار. Worker worker کارگر. And و because
барои он ки ва ё чун ки. But аммо. дар ин ҷо дарси навбатии мо ба поён мерасад. Аз ҳамаи шумо барои тамошои навор то охир миннат дорем. Моро дастгирӣ кунед, фикрҳои худро дар коммент нависед ва дарсҳои моро ба дигарон равон кунед. Саломат бошед.